مادر سه فرزند داشت و آنها را کلان کردند، خواندند و هر کدام آنها صاحب وظیفه، جای کار و زندگی شخصی بود. این مادر روز به شوهرش میگوید: ای مردک، فرزندها اکنون کلان شد، آنها صاحب خانه و در و زندگی شخصی اند. چی می شود با آنها مصلحت کنید تا ما را به حج روان کند. شوهرش می رود، فرزندهایش را دعوت می کند، می گوید: فرزندانم، مادرتان آرزوی رفتن به خانه خدا را دارد. فرزندهایش بهانه می کنند: ما پول نداریم، کارهایمان بد است. و دیگر بهانه می کنند. این مرد وقتی به نزد زنش می آید، دیگر نمی داند چی بگوید. نمی خواهد که فرزندهایش را بگوید آنها نمی خواهند ما را به حج برند. می گوید فرزندهایم گفتند موسم حج که سر شد، مادرمان را البته به حج روان می کنیم. این زن خرسند می شود. وقتی موسم حج می شود، همه حاجیان تیاری به حج را می بینند. ولی فرزندهایش هیچ چیزی به این زن نمی گویند. این زن عاشق رفتن به خانه الله بود و بیمار می شود. روزه این شوهرش دکتر دعوت می کند. دکتر می گوید عائله شما بیماری دل است، دلش بیمار است و داروی می نویسد. می گوید این داروها را باید زود بگیریم که احوالش بد است. از بس که پنسیه این مرد به این داروها نمی رسید و فرزند کلامیش زنگ می زند. می گوید مادرت بیمار است، باید دارو خریم، پول در کار. فرزندش می گوید حالا من پول ندارم، حالا بعد. و فرزند دویمش زنگ می زند، تلفن را نمی گیرد. باز زنگ می زند، تلفن را نمی گیرد. چند روز می گذرد و با اون پولی که دارد همون قدر دارویی که می شود می گیرد و توبت را سر می کند. یک روزه وقتی نماز شام است، با فرزندش زنگ می زند، تلفن را خاموش می کند. باز زنگ می زند که فرزند خردیش تلفن برادرش را می بردارد. می گوید ای مسافر، چرا ما را ناراحت می کنید؟ ما در مهمانی با دوستانمون هستیم، ما بعدا به تو زنگ می زنیم. تلفن را خاموش می کند. پدرش باز زنگ می زند. می گوید فرزندم، یک لحظه ما را گوش کن. می گوید زود گپ زن مسافر، وقت نداریم. می گوید آن ثروت و مالتان از سرتان ماند، مادرتان در بالای دست من جان داد، فردا به جنازه بیاید. زنده را تا زنده است به قدرش رسید. زندگی یک لحظه است، به قدر مادر پدر برسید.